تیم سار خسروانی جاش روی چش بندن، مستاره هاشون همشون لنگه افشین دزدن، اسوه برای اون لومپن دستر از همه علی دنبن، محصول طویله عبدن، مالکش اعظم لنگم هست میساقی الدن. با 7 تا گل مزه نیا برام خدایی، لنگی تو خودت عروس آسیایی، 6 تا فقط گذاشت درت فتح تهران، با یه وضع بگاهی با این همه ادعای پوشالی، طوفان سرخ آسیا باید به باز قشقایی، طوفان سرخ چی میگی دایی؟ هیچ وقت یادت نره باخت قشقایی، کرده تون شاهین بوشهرم 4 تایی، مشتی تو نفس باد سبایی، القرافه که کرده تون 5 تایی، ببار استقلال اهواز 4 تا گذاشت درتون، الهلال توی نیمه فقط 4 تا گذاشت، قابلمتون شده بود سالمت 2 ساری پدرتون، رسما و شرعاً گاییدتون. اگه قهرمانی آسیا آسون بود کاری نداشت، چجوری محمدان بنگلادش درت گذاشت؟ سوژه خنده هستیم برا ماها، انگار واقعا باورتون شده هستیم طوفان سرخ آسیا. استقلال نیست فقط برامون یه تیم، از فلسفی زندگی تو ایران زمین، ما تاجی نشدیم تاجی به دنیا اومدیم، شارلاتانا همه تو تیم لنجمه، تخمشو کاشته از طویل عبده، جلو ما بکنید فقط سجده. آبی استقلالی نامش تاج 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 تاجه، سرور لنگ قرازه تاج 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 تاجه، آبی امواج دریا رو ببین، این قدرت تاج رو زمین، لنگی و اگه توشی نکردن کم کم داده چند بار لپایی، نمونش زیاده از بالا تا پایین، الهلال فتح تهران و خواهی، صغیر و کبیر رو آباد کرده خدایی، عروس خانواده ایران تو آسیایی، به خدایی که من و تو اعتقاد داریم، به ما نمیخوری هیچ جور لنگی دوزاری، رقیبامون تو آسیا هستن نماینده های عربستان، تو ایرانم با کسی کاری نداریم فقط پاس همدان. چه طوفان سرخ آسیایی، وقتی نداری یه قهرمانی، مشتی نفس باد سبایی، نکشتن یه وقت. اصلا این وسط ستاره هات برا چیه؟ آخته تا این حد دیگه چی میگه این لنگیه؟ آسیا مال کیه؟ تیم حکومتی بازنده اصلیه، میشینه پا تلویزیون